کودک اندر دبستان کشته شد. غنچه در آغوش بستان کشته شد. کودک را کوچک و تنها مدان، در نگاهم تاجیکستان کشته شد. او کودک بود، نه یگان سرباز بود و نه یگان دشمن. فقط گناهش همی بود که به دنیا در زمان نفرت آمد و میخواست زندگی کند، لیکن نمیدونست که زمان میرسد و میشه یک ملتگرای سرشار از نفرت میگیرد. نه تنها ما، تمام مردم تاجیکستان خون گریه دارند. در جایی که کودک کشته می شود، انسانیت باید از خودش شرم کند.